سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 16 نوامبر همراه شما. صبح امروز جسد عمر علی نظرف طفل 5 ماهه تاجیک را که مرگ او سر و صدای زیادی را در روسیه و تاجیکستان برانگیخته به دوشنبه آوردند. تابوت عمر علی را مادرش زرینه یونسووا و نزدیکان شوهرش همراهی می‌کردند. عمر علی را بعد از نصف روزی در ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند. زرینه یونسووا در دوشنبه به خبرنگاران گفت او را هدفمندانه از روسیه اخراج کردند تا نتواند به تحقیق عادلانه پرونده مرگ پسرش پافشاری کند. نموندن که ما فهم کودک ما چو کده برای چی مورده ما خستن خیلی بپور کردن خستن روی کردن. دادگاه سنت پتربورگ هفته گذشته امر داد که زرینه یونسووا برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت در روسیه از قلمرو این کشور رانده شود. زرینه یونسووا را شب 13 اکتبر ماموران پلیس روسیه برای اقامت بی اجازه در یک خانه دستگیر کردند و فرزندش را از او جدا کردند. جسد عمر علی را بعد از چند روز به مادرش برگرداندند و طبیبان روسیه بعداً گفتند که او بر اثر بیماری سیریاتی که داشت فوت دیده است، اما والدان عمر علی ماموران میلیسا را در مرگ فرزندشان گناهکار می‌شمارند. وکیلان مردمی تاجیکستان روز 16 نوامبر طرح قانون نو درباره تروریسم را بررسی کردند که در صورت قبولش صلاحیت‌های حکومت در حالت‌های فوق‌العاده را وسیع‌تر می‌کند. بر اساس طرح قانون در صورت عملیات بر ضد تروریست‌ها مقامات تاجیکستان حق دارند از شرکت‌های مخابراتی طلب کنند که مکالمه و گفتگوهای تلفنی مشتریانشان را قطع کنند. کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان در گذشته هنگام عملیات در وادی رشت و همین گونه در شهر خاروخ خدمات تلفنی را قطع کرد و حالا میخواهد زمینه‌های حقوقی برای این گونه عمل را فراهم کند. همکارم مومن احمدی در این باره با جورخان مجیدزاده وکیل پارلمان تاجیکستان صحبت کرد و صحبت او را در وبسایت azadi.org ببینید. وزارت امور داخلی تاجیکستان ویدیوی بازپرسی یک جوان را نشر کرد که به حمله خونین به 4 افسر وزارت دفاع متهم می شود. در این مناقشه که گویا هنگام ابلاغ و یا جلب اجباری جوانان به ارتش صورت گرفته است، 2 افسر کمیسریات نظامی ناحیه سینای شهر دوشنبه مایور پولاد میرزویف و پراپورشیک حمزه نصیبوف هلاک شدند. 2 افسر دیگر زخم برداشتند و در بیمارستان هستند. در این ویدیو امیدجان امراخان ساکن شهر کولاب گویا اقرار می کند که مسئولیت حمله 7 نوامبر بر دوش اوست. روز 7 نوامبر 2015 از خانه به جای کار آمده سبدیم. شخصان نامعلوم آمده سلام کردند. 4 نفر بودند. هر 4 شب کورچه زدند. کورچه یک مشتری بود. ایوازو خرید کرده بود. وزارت امور داخلی گفت که جستجوی یک شریک امیدجان امراخان ادامه دارد. در دانشگاه‌های واقع در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از امروز 16 نوامبر درس‌ها نیم ساعت پیشتر و از ساعت 7:30 شروع شدند. وزارت معارف آخر هفته گذشته گفت از این بعد درس‌ها در دانشگاه‌های پایتخت نه طور معمولی ساعت 8 بلکه بر وقت‌تر آغاز می‌شوند. با گفته وزارت حکومت شهر دوشنبه درخواست کرده است با هدف از بین بردن تنبشوی ماشین‌ها در راه‌ها و بعد تنظیم آوردن حرکت نقلیات درس‌ها در پایتخت بر وقت‌تر آغاز کرده شوند. این کار پیش از همه به اون خاطر کرده می شود که امروز در شهر دوشنبه مشکلات نقلیاتی مسافر کش حس کرده می شود و یک نوع با مقصدی به نظام در آوردن حرکتی نقلیاتی مسافر کش همزمان سری وقت با مؤسسه تعلیمی حاضر شدن دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی انجام داده شده است. وقتی آغاز درس‌های بسته دوم در دانشگاه‌ها به تغییر مانده است. در دانشگاه‌های بزرگ تاجیکستان که اکثراً در دوشنبه هستند 10,000 نفر تحصیل می‌کنند. کشاورزان ختلان میگویند امسال حاصل لیمو در این ولایت نظر به سال گذشته زیادتر شده است. تنها در ناحیه قم سنگیر که با لیموهای خوشبویش معروف است نه کمتر از 2000 تن لیمو جمع می‌آورند و حالا خریداران اساسی این میوه تاجران خوجندی هستند که آن را اساساً برای فروش در داخل کشور خریداری می‌کنند. صفتش هم ناست، طعمش هم ناست، جهنم رنگ و روش هم خوشبو نسبت دیگر رایون ها چند جای دیگه خوشبوتر. لیموی خوشبوی تاجیکستان در زمان شوروی تا به سیبیر روسیه می رسید ولی سالهای اخیر مشکل شدن حرکت نقلیات و برهم خوردن رابطه‌های پیشینه تجارتی صادرات این نوعی میوه از تاجیکستان به روسیه را
کمتر کرده است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.